خبرهای اقتصادی امروز 20 دکبر در پیام تیوی. مجلس ملی تاجیکستان تغییر ایلاوه ها به کودکس انداز جمهوری را به تصویب رساند. پلاته بالای پارلمان تاجیکستان از سبکی های حمایت کرد که هدفشان بهبود خدمت رسانی ها، زیاد نمودن پروازهای هواپیماهای آدمکشان و پایین بردن نرخ چیپتا ارزیابی می شود. رئیس کمیته مجلس ملی در بخش اقتصادی کمونیکاسیون جمعه‌زاده شریف جان توضیح داد که بر اساس این تغییرات منبع درآمدهای غیر رزیدنت از لیزینگ هواپیما، چرخبال، محرک‌ها، اگریگات‌های اساسی و قسم‌های احتیاطی آنها برای شرکت‌های هواپیمایی وطنی از پرداخت انداز از درآمد شخصانی حقوقی آزاد می‌شوند. اینچنین واردات هواپیمایی و چرخبال‌ها، سوزشواری، ماده‌های کیمیاوی، روغن‌های مالیدنی و قسم‌های احتیاطی از جانب شرکت‌های وطنی از انداز از ارزش علاوه شده آزاد می‌شوند. خدمت رسانی‌های لیزینگ عملیاتی غیر رزیدنت به شرکت وطنی هواپیمایی وابسته به کشتی‌های هوایی، اگریگات‌های اساسی و قسم‌های احتیاطی آنها نیز از انداز از ارزش علاوه شده آزاد گردیدند. در ظرف 9 ماه سال جاری در تاجیکستان 1,174,700 متر مربع منزل ساخته شده است که 23.7% زیادتر نسبت به همین دوره سال گذشته می باشد. اما تامین اهالی با منزل در کشور به حساب میانه 10.9 متر مربع به یک نفر را تشکیل می دهد که 8.23% کمتر از معیار اجتماعی مقرر کرده قانونگذاری منزل برای یک کس می باشد. تامین اهالی به منزل از روی سطح میانه می بایست 12 متر مربع به یک نفر را تشکیل می داد. سال گذشته در تاجیکستان این معیار 23% پایین تر بود. به این طریق تاجیکستان از روی سطح تامین اهالی با منزل میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در زینه آخر قرار دارد. متخصصان روس برای کارمندان ساحه کشاورزی تاجیکستان دوره‌های آموزشی گذرانیدند و قبلا یک گروه کشاورزی جمهوری به روسیه سفر کرده 5 سازشنامه همکاری بستند. 2 متخصص به دهقانان تاجیک درباره اصولهای پیشقدمی خواجگیداری نقل کردند. آنها برای کشاورزان و اگرونوم‌ها در ناحیه رشت و کلاب ترینینگ ها گذرانیدند. علاوه بر این اخیراً یک گروه متخصصان تاجیک از بخش کشاورزی برای آموزش و تکمیل اختصاص به ولایت‌های مسکو و ریزن روسیه سفر کردند. کارمندان کشاورزی تاجیکستان با تکنولوژی‌های اینوواسیونی صرف کننده و محافظت کننده آب و خاک، نوآوری‌ها در ساحه نگهداری و کارکردی محصولات کشاورزی، اصولهای پیشقدم استحصال کشاورزی شناس شدند. در جریان سفر 5 یادداشت همکاری به امضا رسیده درباره جلب دانشجویان تاجیک به دانشگاه‌های ولایت ریزن، همکاری در پژوهشگاه‌های علمی زنبور عسل‌پروری و اسپ‌پروری سازشنامه‌ها به امضا رسیدند. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 20 دکبر اعلان کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 15 سامانی و 10 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1020 سامانی و 72 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1082 سامانی و 98 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میانی بانک های لندن 1787 دلار و 33 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های لندن 79 دلار و 86 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های نیویورک 75 دلار و 25 سنت معامله شد.